عمر ابن خطاب رضی الله عنه روز در بازار با مرد واخورد که چنین دعا میکرد: اللهم اجعلنی من عبادك القلیل، اللهم اجعلنی من عبادك القلیل. خدایا مرا از جمله بندگان اندکت بگردان. وقتی که عمر ابن خطاب چنین دعا کردن او را شنید، از او پرسید که ای مرد، این دعا را از کجا یافتی؟ این دعا را از کجا تعلیم گرفتی؟ مرد در جواب فرمود: الله رب العالمین در قرآن عظیم الشان می فرماید: و قلیل من عبادی الشکور، و بسیار اندک از بندگان من شکرگزار هستند. وقتی که عمر ابن خطاب رضی الله عنه این آیه را شنید، گریه کرد و فرمود: همه مردم از تو فقیه‌تر و داناتر است ای عمر. الله اکبر. این بود تواضع و فروتنی و شکست حالی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب خلیفه رسول صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، بیایید یک جایت دعا میکنیم که الله رب العالمین ما را از جمله همین بندگان اندکش بگرداند که شکرگزار و سپاسگزاری الله رب العالمین است. اللهم اجعلنی من عبادك القلیل، اللهم اجعلنی من عبادك القلیل، اللهم اجعلنی من عبادك القلیل. آمین یا رب العالمین.